داروخانه شفافرما داروهای طبیعی خود را پیشنهاد میکند. شما از مویهای نالازم رنج میکشید و یا از درد میان دست، خنک زدگی، پروستات، عصب و ریختن موی سر اذیت میکشید، از این دردها رها گشتن میخواهید، تنها با این رقم ها تماس گیرید. دستف که به همه شهر و ناحیه ها رایگان است. رقم ها برای تماس در روی اکران های شما. اگر از نام کانال فرهناز لایف که بزنید تخفیف الهه کرده می شود. سروی روان دلبری من زبی جهان دلبری من. درود میگویم به همه شما تماشابینان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. برنامه گل ناز را با اکبر آغاز میکنیم. خب مخلصان عزیز، انا همین جوان میتواند با چندین زبان ها سرود بخواند و در چندین آزمون های انا همین بیرون از کشور و داخل کشور اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال کرده است و امروز دعوتش کرده ایم تا با اکبر صحبت داشته باشه. خوش آمدی به برنامه گل ناز. خوش باشید. سلامت باشین، چون اکبر جان برنامه گل ناز است. من در برنامه گل ناز چون شما مهمان هستید که نو قدم مانده روی صنعت و خواستم انا همین هنر و استعدادی که شما دارید من با مخلصان خویش پیشنهاد کنم. خب از آنکه ما شروع میکنیم از این سه شرط برنامه گل ناز، من میخوام که یک چند سوال ها رو آیدی انا همین حیات شخصیتان بدهم، چون مخلصان شما رو بدونن بشناسن و بعدا صحبت خود رو ادامه دهیم. خب آماده اید؟ آماده‌ام. خب اکبر جان میگفتید که انا همین ذوق صنعت از کی در دل شما جوش زد؟ ذوق صنعت راستی از خوردی از کودکی بود. در اویله ما یگون صنعتکار نبود. خب هستند که بسیار صنعتکارای ما از پدر همچون این کسب رو می‌آموزند و این کسب رو پیشه میکنند به خود. بله بله. اما در اویله ما کسی صنعتکار نیست و نبود. تنها خودم از همین مهر صنعت از خودی چخیل بگیم، من بسیار صنعتکارای بزرگ رو نیز گوش میکردم از خوردی. باز دیگه صنعت به من این از شادروان کرامت‌های قربان آغاز شد. وقتی که من صدای اون کس رو شنیدم، این مهر صنعت به دل من جوش زد. من از همان روز مهر صنعت دیگر در دلم جوش شد و صنعت رو پیشه نمودم و تا این دم ادامه داده ایستادم. تا حال من یکم سرود خود را ثبت نکردم. خب من میگفتید که انا همین که انتخاب کردین راه صنعت را، این از خواهش پدر بود که خواهش مادر شما بود؟ این راستی از خواهش کسی نبود، این از خواهش خودم بود. چون در پدر من دهقان است، مادرم خانشین است. کسی در عائله ما یعنی درک موسیقی نمیکنند، کسی موسیقی گوش نمیکنند یا کسی موسیقی نواز هم نیست، کسی سرآینده نیست. این عدیلی من گفتم که از همون استاد بزرگ شادروان کرامت‌الله قربان، وقتی که من صدای اون کس رو گوش میکردم، بسیار صنعتی اون کس رو دیدم که چقدر صنعتی بالا دارد و من از همون کس مانده است. این همچون یک خداداد در دل من پیدا شده صنعت. سلامت باشین. درباره خودتون معلومات میدین که کدام سال و کدام روز در کجا به دنیا آمده اید و عموما درباره حیات شخصی خودتون معلومات میدین برای مخلصان؟ من سال 1999 در شهر حصار 23 اکتبر یعنی به دنیا آمدم و در همونجا به مویه رسیدم، کلان شدم. حیات و فعالیت من در همونجا گذشته است و تا این دم در همونجا من زندگی میکنم. من در دهه به دنیا آمدم. در دهه به دنیا آمدم و تا این دم در همون دهه زندگی میکنم. کار فعالیت من در شهر دوشنبه است که من کنسرواتور ملی رو تا این دم وزیر خوانده ایستادم در کورس پنجم. انشالله با خواست خدا این سال ختم میکنم. خب سلامت باشید. میدونید من الان یک چند سوال که با شما دادم از چشمان شما چیزی رو میخوام گیرم برای مخلصان ولی نتوانسته ایستادم. چرا؟ چشمان شما، دل شما آنقدر لرزیده ایستاده است که چیزی گفتن میخواد. چی است آن؟ تو که مخلصان دانند. ولی من روسیه این عائله‌ای که مرا بزرگ کرده است، این هرچند عائله چی میگم مثلا رنوی من هم نباشد، یعنی که عائله شخصی شما بله، اما اینها به من حتی از همون عائله شخصی هم بسیارتر به من مهر دارند، بسیارتر به من گفتی گپا که مرا با یک ناز و محبت کلان کردند
من تو این دم نمیدونستم، بعدم فهمیدم. اما من غمگین نیستم. من برای چی غمگین نیستم که من خوشبختم. من با این پدر مادر فخر میکنم. شما از چند سالگی فهمیدید که عائله شخصی خودتون رو ندارید؟ من صنفی خطا نکنم صنفی 10 میخوندم. من уже کلام بودم. شما چی رو میدونستم؟ اما من یکم راه افتاده نشدم. بعد این از کجا پیدا شد که به شما نقل کردن و یا چی نشد که این سبب رو فهمیدید که شما عائله؟ بله، همون شخص پیدا شد. همون شخصی که مرا به دنیا آورده است. مادرتون؟ بله، پیدا شد. یعنی با اون کس با من صحبت کردم. گفتن که مقصد من طولی چند سال میشود که مقصد من اسپسیتو هستم. من چی گفتم به اون کس؟ من گفتم که من اصلا من این پدر مادر رو ترک کرده نمیتوانم. برای که من همه مهر و محبت من نسبت اینها است. من شما رو بار اول میبینم. من یگان مهر و محبت نسبت شما ندارم. چخیل میشود که من با شما روم. باید گفتن که بیا تو، انا من تو رو دستگیری میکنم، من تو رو انا چی خانه خواهی، ماشین خواهی، من تو رو تمام چیز رو مهیا میکنم. اما راستی من قبول نکردم. چرا انا همین پیدا شد و همه چیز رو به شما پیشنهاد کرد و در وقتش چرا شما رو پرتاب است؟ شاید اگه مشکلی داشته است، شاید مجبور بود که من راستی با پردی حرفای اون رو من گوش نکردم. من دلی اون کس رو راستی گوش نکردم. شاید مجبور بود، شاید یکم پرابلم داشت که مقصد مرا مقصد پرتافت. پدرتون چی؟ از پدرم یکم خبری نیست. لیکن من هیچ فکر نمیکنم که من پدری من نیست یا مادری من مرا پرتافته است. من خیلی فکر نمیکنم. من در بهترین عائله مرا کلام کرده است، با وای رسونده است. پدر و مادر اصلی من هم همون کس. اما پدر و مادر که خود شما با اون کس زندگی دارن، از چند سالگی شما رو از کجا دریافت کردن خبر نداره؟ نه، به من چیزی نمیگویند. نه، لیکن گفتی گفت که حتی از فرزندان خودشون دیده باز به من بسیارتر مهر دارن. وقتی که اگر من وقتی که این خبر رو فهمیدم با آنها گفتم من خیلی مقصد رو افتاده شدم. فکر کردن که شما عائله رو ترک میکنید و میروید؟ لیکن من گفتن که نکنین کارو. این مقصد که ما با تو بسیار تو کلام کردیم، مقصد با وای رسوندیم. من فکر کردم، من گفتم من اصلا این کارو نمیکنم. من پیشنهادی همون مادر خودم رو من قبول نکردم. من البته من همچون مادر همچون یک شخص من احترام میکنم. من حتی یگون سخنهای قبیح نگفتم با اون کس. من اون کس رو حتی با تبسم قبول کردم. فکر کرد که من با اون میروم. وقتی که من با یک مهر محمد من اون کس رو قبول کردم، فکر کرد که من با اون کس مقصد درش با وای زندگی میکنم. که نه من قبول نمیکنم. من حتی گفتی گفتا که قصر قبلم باشد من قبول نمیکنم. البته این همین طور است وقتی که با مهر و محبتی که کودک بودی، با مهر و محبتی مادر احتیاج داشته، با آغوش مادر خود احتیاج داشته، در اون لحظه که نبودم. بله. این همین است و با که نسبت فکرم که این پدر و مادری که با حاضر با شما زندگی دارن، لیکن من فکر میکنم که کم است عائله که همین مثال فرزند کسی دیگر رو میگیرن با جای فرزند خود میگیرن. اون مهر و محبتی که مادری اصلی دارد اون کس ندارد. لیکن اما این مادری که مرا کلام کرده است حتی از گفتی گفتا که از همون مادری اصلی خودم بیشتر به من مهر دارد. من احساسی به مهری رو هیچ حس نکردم. من حس نکردم که من به مادرم. من عموما من توی ما گفتی گفتا که تو این دم مرا دوست می‌دارد. من دویم با من گفتی گفتا چیزی باشد نباشد من دستگیری میکنن. اما یگون گفتی گفتا که مرا تو این دم در یگون جو گفتی گفتا که چی نکرده. چقدر دلم درد گرفت وقتی که میدونم که با مرور زمان شما شاید آینده صنعتکار خوبتر هم شوید، مشهور هم شوید، ولی انا همین چیزی که ما و شما رو تکان میدید و دیگر کودکان رو تکان میدید، نسل نورس رو تکان میدید، این دور بودن از مهر مادری است. بله. و هرچند که دیگر مادر خوب، پدر و مادر دیگر شما رو اگر با ناز و پرشمه اگر پرورش نماید هم، ولی آن وقت میفهمی که بزرگ داشته که از آن عائله نیستی، این میگه که من رو افتاده نیستم، ولی دل دیگر چیز است. درست.
خب من باوری دارم که آینده همه این بذاره خاطرات کوچک در دل شما بماند و آینده شما آن نفر شوید که آن همون پدر و مادری که امروز با شما است از شما فخر کنند و هیچگاه از کلام کردن شما پشیمان نگردند. خب از زیقه میگذاریم، گریه ها رو ترک میکنیم، میگذاریم به قسمتی خنده البته. خب برنامه گلیناز رو اکنون شروع میکنیم. گلیناز 3 شرط دارد. شرط اول لطیفه است. بعد اینقدر گریه ها میگذاریم به خنده. یک لطیفه میگوید، دوم انا همین یک سرود خود را با زبانی که چندین زبان قد شما میتوانید سرود خوانده، چون ما حیات فعالیت شما را خوبتر فهمیدیم. و شرط سوم. خب آماده اید؟ آماده ایم. مرحمت. شرط اولی برنامه لطیفه. روز با دوستان در اینجورا میشتیم در پرسیوز. من راستی گپ شب تا سحر با گیتار سرود میخوندم. خب سرود میخوندم با یک رفیقی بسیار شوخ داشتیم. بعد نمی برآمدن در هم پشت دیوار میزد. من میگفت که بچه این نمیجا همسایه میگه هر روز تق تق هستی، هر روز هوای میبیگم پرابلم میکنم اونا. آخری نشد در زمین اینم جام دوام آدم سرم وایران شد. گفتم حاضر هوای بیاید. گفتم من قطعش گپ میزنم. هر روز همسایه وای بیچاره همسایه برای دیگه چی اومده بود. من فکر کردم با من سر ما اومد. همه اومد که سرم وایران دیگه من برو اومدم قطعی وای جنگ گرفتم بیچاره. گفت این دیوانه بوده. دوید برو اومد طرف خانه‌اش و بالای مونده بود. پگاهش بود که ملیسا و سرمون اومد. ملیسا گرفت هر چورمون گرفت بود. عدل پرس خیلی گفتی گفت که با خیلی گذاشتی نپو. خلاص میانه که همین بسیاری بچه شوخ بود کتیمون هم خیلی کار کرده بود. پرابلمش او بیچاره برای دیگه چی اومده بود اگه او باید پرابلم دیگه اومده بود. نه من فکر کردم با سری ما اومده فهمی من قطعش خیلی جان کردم جان جور کردم. خیلی واقعیت دارم اصلا. سلامت باشین بهترین. خب شرط دیمی برنامه یک سوال تو میتیم. آیدی انا همه آزمونایی که شما اشتراک کردگین از کجا شروع شد که شما در کدام آزمونا بیشتر اشتراک کردگین؟ ما از همین آواز طلایی آزمون بود اگر یاد داشته باشه. بله در تلویزیون باورستان. بله تلویزیون از همونجا سر شد. آواز طلایی در مقصد اشتراک کرده بودم. جا گرفته بودیم. بعد از آواز طلایی بعد ترکیه یک بار سفر کرده بودیم. از ترکیه آمدیم. بعد ترکیه بود آزمون پروین بود. بله پروین در جا گرفته بودیم. نه خیلی آزمونا در چند با آزمونای بین المللی در برآمد کرده بودیم. چند مقصد به ترکیه سفر کرده بودیم. چند بار. بهترین همون سروده که شما در همین آزمونا پیشنهاد کردین کدام سرود بود؟ اکنون در آواز طلایی سرودی صبحان سعید بود. یک سرودی مادر داشت و خوانده بودیم. سرودی ظفر نوزی خوانده بودیم. در پروین هم همین سروده بود. از استاد ظفر نوزی بود. از صبحان سعید بود. همین سرودی همین استاد پیشنهاد کرده بودیم. خب میشد که همون سرود رو با آواز زنده 4 مصرعش رو پیشنهاد کنید؟ 4 مصرع از استاد صبحان سعید میخونیم. مرحمت. روزی روم از دنیای مرا یابید. روزی روم از دنیای مرا یابید. در خاک شوم پنهان پیدای مرا یابید. در خاک شوم پنهان پیدای مرا یابید. بهترین. خب اپرجان شما ترکیه گفتین سفر کردین. در ترکیه چی خونده؟ با زبان تاجیکی خونده؟ با زبان تاجیکی نخوندیم. البته با زبان ترکی خوندیم. یعنی با زبان ترکیه میتوانید سرود بخونید. بله. مرحمت با زبان ترکیه. باشه. Beni koyamazsın eller yerine. Kalbimi kıramazsın suçun ne ki söyle. Sen beni koyamazsın eller yerine. Kalbimi kıramazsın suçun ne ki söyle. Gülmüyor sensiz yüzüm. Hayat zalim bir yüzüm. Bense çektiğim kadar derdim.
Tesellisini bilirim. Şimdi sen de gidersen böyle kim çeker nazımı söyle. Seni zulmümü tanımış kocası bu, ben çekerim kimine. Aman aman bırakırsan düşerim en derine. Aman aman kaybolursan adın çıkar serseriye. Aman aman bırakırsan düşerim en derine. Aman aman kaybolursan adın çıkar serseriye. Gülmüyor sonsuz yüzüm, hayat zalim be hüzün. Bense çektiğim kadar derdim, tesellisini bilirim. Şimdi sen de gidersen böyle kim çeker nazımı söyle. Seni zulmümü tanımış kocası bu, ben çekerim kimine. آفرین احسن واقعا استعدادی خدا داده است. تشکر زیاد. خوب اکبر جان میگفتید که با دیگر زبان ها با کدام زبان ها نسبت میتوانید سرود خواندن؟ با زبان های ترکی گفتیم، باز با زبان البته روسی سرود میخونیم، با زبان تاجیکی با خودمون. سلامت باشین. خوب میگفتید که نقشه های شما چی است؟ نقشه های ما در این سال ما عضو اسپاسیامون ایجاد هستیم. بله. من در پیش گفته بودم یک چند سرود ها آماده کردگی هستم. عین حال ولی من ثبت کردگی نیستم. خب انشالله که اوایل ثبت کنیم و پیشکش مردم میگردونیم. خب دوستان عزیز، مخلصان گرامی، همه یک جا دستگیری میکنیم اکبر و دیدیم که شاید آن گشتیم که واقعا استعداد خدا داده دارد، یعنی که آوازی فراهم دارد. باور میکنم من خودم انا همین مخلص اشدی شما شدم. تشکر زیاد زنده باشید. سلامت باشین. میخوام که باز یک سرود شما رو با زبان تاجیکی گوش کنم و مخلصان هم نیز گوش کنم. بعدا خیلی خوش میکنم. سروی روان دل بری من، زبی جهان دل بری من، دل بری من، دل بری من، شمس و قمر دل بری من. سروی روان دل بری من، زبی جهان دل بری من، دل بری من، دل بری من، شمس و قمر دل بری من، دل بری من، دل بری من، شمس و قمر دل بری من، دل بری من، دل بری من، مثل دلی در بری من، دل بری من، دل بری من، مثل دلی در بری من. سروی روان دل بری من، زبی جهان دل بری من، دل بری من، دل بری من، زبی جهان دل بری من. سروی روان دل بری من، زبی جهان دل بری من، دل بری من، دل بری من، زبی جهان دل بری من. جهان سپاس به شما.
بار دیگر خوش آمدید. تشکر با شما که به نهایت شاد شدم که در برنامه خود دعوت کردید. سلامت باشه. من امر گفتنی بودم که به نهایت مهمانی خوب، یعنی انا همین سراینده که نوام باشه نگر به نهایت نفس. بار دیگر خوش آمدید. تشکر، خوش باشید. خوب دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه